سلام بچه، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز باز برگشتم من با یه ویدیو دیگه، یه ویدیو ماینکرافتی که داخل این ویدیو قراره ماینکرافت سروایول عالی رو داشته باشیم. هدفمون داخل این ویدیو پیدا کردن یه دونه آیرنه و اگر نتونستم چیکار کنم، مجازاتم چی باشه به نظرتون؟ تو کامنت ها شما بنویسین. خب من همین الان یه ورد میسازم، سروایول نیو ورد create a new world. One eternity later. خب بچه ها 100%. خب حالا بایوم خوبی هم افتادیم. بگم چرا الان میگم بایوم خوبی افتادیم؟ چون که داخل برداشت قبلی تو بایوم برفی افتاده بودیم. تو بایوم برفی کی میخواد ماینکرافت تموم کنه؟ هیچکی. تازه هیچ بایومی دیگه هم دورمون نبود. فکر کنم از هر خیلی دور بود، اصلا هیچ بایومی دورمون نبود که بگیم مثلا من گوشادی کردم نرفتم چه میدونم بایوم دیگه پیدا کردم. هیچ بایومی دورمون نبود بخوام راستش رو بگم. کرافتینگ و چوب میبندیم، کرافتینگ رو میذاریم. چوب چرا دو ردیف گذاشتم و اینو یه ردیف اینو میندازیم. اسپیدران 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 سلطان اسپیدران های نامنظم. تا شد. خب این دوتا بلاکی که داریم و تاخ 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 تاخ. خب کرافتینگ اسپیدران نمیخوام 3 تا چیز درست کنم. قراره یه خونه بسازیم، نیاز به 2 تا تبر داریم که بتونیم تا جایی که میتونیم چوب بکنیم. تو 3 دقیقه فول سنگ شدم. میکنیم ای وای. خب بازم میکنیم. خیلی خوب، خیلی تمیز وارد میشیم. اینو میکنیم و چوب میخوام حرف بزنم ولی اینقدر تو ماینکرافت غرق شدم نمیتونم. بچه من میخوام بگم یه چیزی رو، واقعا من تا حالا ماینکرافت رو بدون چیت تموم نکردم، حتی تو پی سی، حتی تو بدراک. و این میتونه اولین تموم کردن ماینکرافت من بدون چیت باشه، چون چیت خاموشه داخل این ورد. ببینید مثلا من اینجا بزنم /give، میبینی قرمزه زده، کامند نیست اینجا چیزی به نام کامند وجود نداره. خیلی خوب، بشه 64 تا اوک دیگه لاگ بشه 64 تا لاگ دیگه. من اوکی. چقدر لوت ریخته اونجا، لوتای درختایی که کندم. نه آره شد 55 تا. درخت کوچولوی دیگه هم بکنیم دیگه فکر کنم تموم بشه. تموم نبود. چرا اینو گرفتم مثلا؟
خب 64 تا لاگ. جای خفن برای خونه ساختن نیاز داریم که زامبیا دیگه نتونن به اون حمله کنن. پشم برای بید اون ببایی تو مپ دارم میبینمش. اینجاست. خب زنبور گوسفند اون ور آبه. خیلی خوب. چرا باید گوسفند قهوه اینجا باشه؟ حالا یه گلی میکنم انگیش میکنم. من میدونم تو آرزوده که مادرت بیشتر از خودت عمر کنه. خب پس اول خودتون کشم. من رحم ندارم آقا. داده باش گوسفند نزدیک و گوسفنده سلاخی میکنه. مامانت 1 ثانیه دیرتر از خودت مرد. خودش نکته مثبت. گوسفند چرا 2 تا گوسفند قهوه‌ای اینجا باید باشه؟ ببین یه جای خفن برای خونه ساختن میخوام که نیست. نگاه جدی نیست، فقط اینجا هست وسط جنگل. هیچ ماینکرافت پلیری دوست نداره. اینجا به نظر خالی میاد. وسط جنگلش ماینکرافت پلیری دوست نداره خونه سازه. هدفمون گفتم توی این ویدیو پیدا کردن یه دونه آیرونه که فکر کنم تا الان خیلی جلوش رفتیم. فکر کنم که نه خیلی جلویم. یه آیرون بکنم تموم ویدیو. اصلا قرار بود کجا بریم؟ من خودم رو گم کردم. اونجا باید بریم. غار اونجا. غار آخه توی آب. بابا چقدر آقا من 2 ثانیه تخت یعنی پشمام کافی شده. چرا بابایی همه جا دیگه هست؟ ببین گاو واقعا گوشتش برای گشنگیم خوبه. گاو چقدرم گاو زیادم اونجا. گاو یه چی اینجا اومد و چی سفید. دارم توهم میزنم یا واقعا چی رد میشه؟ چیز سفید 2 بار من نمیدونم توهم زدم یا نه رد شد. نمیدونم با سرعتم رد شد. خب بریم. داشتم میگفتم پای من اینجا زده بودم و واقعا اونجا یه چیزی هست. تو مپ میبینی اونجا یه جای خالیه. ببین درخته بایوم جنگل. درختاشو زیاد. این جزیره درختاشو بکنیم دیگه مشکلی نیست. درتا رو اول بکنیم. بیل میخوام. دیگه خودش میره دیگه. این برگا خودشون میرن. این برگا خودشون میرن. برگم اونجا چیه؟ صف کن بینم. برگم صف کن بینم اون چیه؟ وای آن دیگر چیست؟
من الکی تا اینجا اومدم فکرم یه چیزی توشه هیچی یعنی چست بود چست چقدر دیگه تایرم مونده خیلی همین الان زیر زمین رو میکنم میرم آیرن پیدا کنم شب که حالا نمیشه فکر کنم سرعتی برونم برم آیرن رو بکنم که هم حوصله شما سر نره تایم ویدیو زیاد نشه توی یه کوهی دیدم اینجا در شب میشه یه کوهی دارم میبینم اونجا توی کوه یه غار هست خب تو اون غارم آیرن هست مطمئنم تو اون غار آیرن هست وای 23 تا درد دارم چرا استفاده نمی کنم وای ای دیپ من مطمئنم یه غار دیدم یه سوراخ غار نیست که اون غار زغال داریم خب این داره شب میشه و خیلی خطرناکه سری من اینا رو چوب کنم البته که نمیتونم الان خونه بسازم واه خب ببین وای سکون خونه بسازم الان براتون وای کم آوردیم وای نگاه حالا یه دونه کم داریم بچه من میخوام بهتون خونه واقعی داخل ماینکرافت رو نشون بدم این که الان قراره ببینین این خونه است خب سویت دریمز بریم آیرن رو بکنیم و ویدیو رو تموم کنیم خیلی گشنه است بدبخت باگ بود یا خدا ها وای عشق کنید من 6 تا پیدا کردم یه دونه پیدا نکردم البته که هنوز تبدیلشون نکردم با آیرون الان فکر کنم چی بهش میگن آیرون خام میگن آهن خام نمیدونم تو کامنتات مطرح نکنین گناه دارم خب میذاریمش داخل ای لعنت بهت تو کامنتات بهم چیزی نگین گناه دارم ببین چون الان میخوایم بذاریمش داخل چیز دیگه الان میخوایم بذاریمش داخل چیز چی میگن فرنیس دیگه هرچی نپخته رو میذاریم داخل فرنیس پس نتیجه میگیریم که آهن خام بهش میگن سری فقط یه دونش رو بپز ویدیو رو تموم کن که هم خودم هم شما حوصلتون سر رفته مطمئنم چقدر کاش دایمند هم همینجوری میداد ماینکرافت کاش دایمند هم همینجوری میداد یا اول فاز
یا خدا بابا تو دیگه کی هستی بابا؟ یه حفره کندم تو دنیا وجود نداره، تو اینا پر چیز بود، چی میگن، زغال. ببین سریع فقط. خب لحظه زیباست، نیم ساعت دارم رکورد میکنم، اون ربع ساعتی که هیچ کاری نکردیم، نه تونستم مثلا کاری کنم توی بایوم برفی. این بار دیگه تونستم براتون این ویدیو درست حسابی بعد از 1-2 هفته بیشتر درست کنم. خب و این 2 تاست، حال کن، هدف ویدیو رو 2 برابر بهت دادم، تو هم لایک کن. الان هدف ویدیو رو 4 برابر بهتون دادم. پنج برابر. شیش برابر. و تمام. چی بسازم با اینا؟ یه چست پلیتمون نشه؟ میشه. تا چست پلیتو میسازم، اینو بپزم. وای میتونم شلوار بسازم. سلام. خب حالا این دوتا هم میخوریم و خدافظی میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. دمتون گرم. خدا نگهدار.